مقبولی همه اهلی قبول. چون کسی روزی گذشت این پسرا خون دل خوردن به یاران سرا جمله یاران روز و شب در اشتیاق ناله می کردن از درد و فراق گفت دوشم بیرسد از حق اتاب گفت دوشم بیرسد از حق اتاب امتون را آیتی بهری عذاب چون که آیت گوشی او رسید چون دلت از حجر او را کس ندید
وفا را دیدم، بلکه او را از کسی نشنیدم. لیک روزی آواز خروش از میان که می آید به گوش، می رسد بر گوش من هر ساعتی ناله ما امتی یا امتی. جانوران از ناله او خستند، از صدا کردن دهان را بستند. چون که رفته هر دو چشمش خونی دل، روی پاکی او فرو رفته بگیر. هر زمان از دیده میریزند و بسرن از رای دیده رای خواب. من نمیدانم که این آواز کیست، این همه نالیدن است از بهر کیست. چون نمایم در میان کوه‌ها، در میان غار آن صدری کبار، سر به سجده مانده پیشی بی نیاز، با خدای خود می گفت راز. گریه می کرد و همی گفت یا اله، تا تو بخشی امتان روسیا. این چنین می گفت و می نالید گذار، اشک می بالید چون ابری بهار. چون شنیدیم فغانش را مگر، جمله یاران زان فغان خون شد دیگر. گفت و صدیق ای سفیر المؤمنین، از کلام بردارید سر از زمین. اون چی من در اون خواهد کردم، اون چی در دنیا عبادت کردم. اون ثوابی برای امتان دادن پیغمبری آخر زمان. گفت پیغمبر صدیق ای رفیق، گر تو هستی امتان را شفیق. لیگوین شوقا نباشد بود، نباید بود نف این خطا با این نباید هیچ دف. بعد از اون خطابی عادل همچنان گفت ای غمخواری آسی جافیان، چون که خود فرموده بودی بارها، عدل بهتر از جمیع کارها. اینی سخنش آنچه کردم در جمیع خود، کردم این جمله فدای امتان، غم خود دیگر برای امتان. لطف کن سلام بردار از زمین، تا ببینم آن جمال نازنین. گفت و حضرت این سخن نبود روا، عدل تو دارد رای جوا. بعد از آنش گفت عثمان این چنین، لطف کن سراب بردار از زمین.
گفت رسول نکشاید با این کاری من ای شود آسان به این دشواری من بعد از آن از گفت علی المرتضی از طریق اخلاق پیشی مصطفی آن چی کردم از غذا در راهی حق وان چی کردم خیر در درگاهی حق صرف کردم امتان راهمه امتان آسیان راهمه پیغمبر از این حاسود نیست هیچ از این دستش مرا بیدید نیست هر کسی اعمال خود را از فرد و نفس پیشی حضرت نیست کردن تو از گفته ای بابا چرا گشتی چنین هم چرا افتاده ای سر بر زمین هیچ وقت این چنین نبودی خاردار کس ندیده بود این سان بیقرار صبر می کردی همیشه در بلا این چنین در غم نبودی مبتلا هیچ کس خالی نماند از عذاب چون ز مادر از پدر بگذشتم در دو عالم امتان را گفتم ناله ایشان در سرای آخرت جملگی یابند از این مغفرت آتمه چون دیر در نزدی پدر گفتگوی او نامد کارگر گشت از پیشی پدر چون نامید رو بسوی حق تعالی آورید
از پیش پدر چون ناامید رو به سوی حق آورید. گفت ای پروردگاری بی نیاز، با خدای خویش میگفت راست، ای به حقی حرمتی اشکی پدر، امتانش را دوزخ در گذر، هم به حقی آبی تشمیل فقیر، امتانی آسیان را دستگیر. این کنیزک را خدایا شاد کن، جمله امت را دیگر آزاد کن. اندر آن ساعت آمد جبرئیل، مژده آورد از رب جلیل. گفت میگوید خداوندی رسول، من دعای فاطمه کردم قبول. چون شفیع آورد بر ما آبی چشم، آبی چشم از ما فرو نشاند و خشم. چون شنید مژده از روح الامین، بعد از آن برداشت زمین